آروم اینی نصف کردی. میاو. از این مسخره بازیه. خب درود. از الان داریم مسخره بازی. سلام، چطور میتونی؟ برو دوباره بزن بابا. آقا دیوانه، من دارم صحبت شروع میکنم تو میای شمیم چه برای چی تو شروع کنی؟ چرا من شروع نکنم؟ چون من بهتر میدونم چی باید بکنم. بشین. درود خدمت همه عزیزای گلم، دوستای عزیزم. از اون جوری که دیدید اینا پرتاب شد، میدونید که قراره چیکار کنیم. به یک نوعی میتونم بگم که یه رقابتیه بین این خوشمزه ها و یک سودی هم برای شما داره. البته اینکه اونایی که مزخرفن و اونایی که خوب نیستن رو به شما توصیه کنیم که نخورید و امتحان نکنید و پولتون رو دور نریزید و اونایی که واقعا ارزش دارن رو برید هزینه کنید واسهشون و تهیه کنید و لذت ببرید. همین اول فیلم هم تارگت ویدیو، هم هدف ویدیو رو گفتم، هم موضوع ویدیو رو گفتم. دیگه در واقع هیچی نداشتم به سال بگه. اینجوری خوبه دیگه. الان تو هر چی میخوای تو بگو. همه چیزو گفتی دیگه، من چی بگم؟ برو چای بریز. برو چای بریز. بذار بخوریم اول. هم میگه چایی بری، چایی بریز. باشه چایی میریزم. یه عدد بگو. از چند تا چند؟ یه عدد بگو. 2. من 5. میخوام بین از کدوم شروع کنم. هم میشه 7. 1 2 3 4 5 6 7. از این شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7. بعدش اینه. 1 2 3 4 5 6 7. بعد اینه. بعد این. قطار باشه. شکلات بسته. زیاد نیمانم باش. خیلی بی تربیتی ها. داشتم روشم میخوندم که ببینم واسه چه شرکتیه. بوچرون روسی. نه سوئیسی. اینو وسطش اینه. سوئیس. خیلی داری اذیت میکنی ها. میگم خیلی اصلا میرم به خدا از پیری میرم بیرون خود تنهایی میشی. نه بیا بدون تو هیچ صفایی نداره. بیا تو باز کن. من ناخونم میشکنه. مارکش اینا روش نمیشه بوچرون. گفت چرونا داشته باشین، مد نظرتون داشته باشین، ذهنتون باشه. چرون. اوکی. از منطقه آزاد انزلی گرفتیم. عجب چرا جالبی. جوی با کلاسی داره ایلی. کشتر روسیه. خب تا اینجای کار یه جویس از سوتی داریم. بذار خونیم داخل چیه. در شروع میکنم بخورم ها. آقا وایسا آقا بره. خیلی شیرینه. چندش بابا سلقه من نیست. اصلا مزه زعفرون هم نمیده. من که دوست نداشتم. میخوام دستمال بیارم. مامان شیرینی خور تیر. اون توصیف اونو دیدی تو 3 ثانیه خیلی شیرینه. توصیف اینطوری نکنید اول شکلات رو که گاز میزنی یه سری چیزهای ریز مثل مغز توش هست. بعد اینکه یه مقدار راست میگه شیرینی است ولی طعم کاکائوش خیلی بلده. کاکائوی خیلی خوبی داره، خالصی داره و اون طعم کاکائوی نوستالژی قدیمی که میخوردیم میده. به نظر من آقا شکلات شیرینه دیگه. شکلات اصلا شیری هم هستش. کاکائو نیستش. کاکائو خالص نیست، شیریه. من حق قبول ندارم. با طعم کاکائوش حال کردم. یه مغزای ریزم توش داره. من از 1 تا 10 بهش نمره 7 رو میدم. زعفرون هم داره روش، گلم داره. باشه ولی مزه زعفرون نمیده. نمیده ولی داره. همونو اصلا بوش هم داره نمیده. راست میگه نمیدم. به توش مغزم داره. یه دیگه بخور. خوب بالا من مغزی حس یه دیگه ندارم. مک بزن. خیلی دوست دارم اینو تست کنم. خب پسته ایه. این برند اولکر یه برند ترکیه که کلا همه چیز رو میزنه. چون به ایران هم نزدیکه. محتویاتی که مثلا فرمند، آیدین که برندهای مختلف رو زده، مثلا رامتین و اینا. این برند تمام شبیه اصل همه شکلات ها رو
تولید میکنه. این الان به یه معروفه دبی که چاکلت معروفه ولی توی ترکیه ساخته شده. به. امیدوارم که این اینه که من اوه یا خدا حاجی قد ببین، قدس رو ببین، چقدر شلووله. تو پرتاب کردم تو هوا زدی، پسته رو ببین. کثیف‌تر از من کسی نمیدونه شکلات باز کنه. به نیت گند زدن باز میکنن. لباسامون هم سفید، علی مراقب باش. حاجی خیلی خوبه. تا اول این باحاله. ولی شیرینیش دیدی مثل شیرینیونه، نه ولی اون خیلی شیرین تره. طعم کاکائوی از این بلتره. این داخلش پسته نیست، بیسکویت پسته یه فکر کنم، یه چیزی مثل بیسکویت میمونه. آره پسته خالی دستامو نگاه. اینو حال میده با چای بخوره. به به جان. یکی از چیزهایی که من خیلی در زندگی دوست دارم این عکس این فلفل عزیز منه. عاشق چیزهای تندم. حالا نمیدونم شکلاتش چی عذاب در بیاد که شکلات لینت هستش. باز هم فکر میکنم یکی از برندهای روسیه. حالا اون یکی ترک بود، این روسه. روسا تو شکلات خیلی قویه نا. اینا نه این انگلیسیه. حالا هر جایی. این ویدیو تغییر نکنید، ویدیوهای دیگه تغییر میکنه. ببین این چرتی که داریم میخوریم از کدوم جهنم زده است. تو دیگه من رضای نکن. جرأت دارین زیاد. علی بیسه چهارگاه بیاره چهارگاه رس کنیم. این قشنگ به شکلات میده. اوه چه فلفلی توشه. خیلی خوبه. من تا آخر همین از این دیگه بهترین چیزایی که تو شیرینی من میزنم فلفلی. ببین اولشون تندی رو احساس نمی کنی، اون ته گلو بعدش حس میکنی نه؟ خیلی چیز بعد باحالیه. هم تنده، هم خیلی شیرینه، هم خیلی کاکائوه. اون کسی که اومد این تولید کرد فکر کنم می‌خواد آدم دیوونه کنه. واقعا شکلات فلفلیه. اوف. من واقعا نیاز به آب دارم. واسه من یکم زیادی تنده. خیلی تند بود. میرسیم به نماینده ای از کشور ایران، شکلات فرمند، شکلات تخته‌ای دارک فرمند. در این مورد این شکلات خیلی میتونم توضیح بدم چون خیلی تحقیقات کردم. تو شکر روغن مخصوص روکش بستنی، کاکائو، امولسیفایر، وانیلین. خب ولش کن. در 24 کنیم نگید پارتی بازی کردیم. حالا بد شد علی. این همه شکلات خوردم اینجا. حالا بس چای گذاشتم برای همین. فقط همین یکم تون بود. بد نبود. مثلا دارکه خوار مادرش شده دیگه. اصلا تی نمیدی طعم کاکائو نمیده. طعم کاکائوی اولی دیدی که بلبل طعم کاکائو میده اما خیلی ضعیفه. شیرینیش مثل همونا، یعنی اصلا دارک نیستش، شیرینه، واقعا شیرینه. حالا من قضاوتی که خیلی خودم خوشمزه است. حالا من قضاوتی که خدایی خودم خیلی دارم خوشمزه است. نکنید به خاطر سلیقم و علاقم به چیزهای تند و طعمی که هم شیرینه یه مقدار، هم تنده، هم بامزه است، به این از 10 میدم 8. این شکلات من از 10 به این میدم
5. این شکلات پسته‌ای که به اصطلاح داخلش پسته است ولی بیسکویت پسته است و میخواست ما رو گول بزنه و ما رو فرض کنه رو بهش از 10 میدم 5. من هم 5 رو میدم. این شکلات یه مقدار راست میگه شیرینیش بیشتر بود به اون 2 میدم ولی واقعا. خیلی کاکائوش شیرین بود. خیلی طعم کاکائوی خیلی خیلی نوستالژی شیرین بود. میده. خیلی اگه نگاه کنید کاکائوش هم کاکائوی کم رنگ تری نسبت میده. به این همون 7. به این ایرانیمون که اینم میخواست ما رو گول بزنه که بگه دارک ولی دارک نیست. با طعمش هم اصلا حال نکردم. شیرین بود. طعم کاکائو هم نمیداد از نظر من نسبت به اینا. طعم کاکائو میداد. خیلی کمتر ولی از این. تلخ نبود. تلخ نبود. شیرین بود مثل همینا. بو کن. شیرینش به اندازه بوی کاکائو رو نکن چقدر کمتر میاد. کلا میخوام صحبت رو کم کنم این که این آخری شد. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. یعنی توی این کلیپ تو فقط حرف زدی. اصلا اجازه صحبت کردن به منو ندادی. من همش همینطوری. آقا میدونی چرا من تو کلا از بس شیرین صحبت کنم شیرین زبونم شیرین زبانم صحبت کن. دیدی یوسف میرفت توی جمعی همه دستاشونو میبریدن. من میرم من ندیدم. من همه میرم توی جمعی مثل الان تو. امیدوارم که این کلیپ واسهتون مفید بوده باشه. این اولین کلیپ ما بودش. چی بود؟ اینم از اولین تجربه کلیپم. اسبی بود در ظاهر انسان. گرخیدم. بدش آقا ما دوستتون داریم. امیدوارم به قول وسال این محتوا براتون مفید بوده باشه و در این راستا خیلی ممنونیم از اینکه نظرات انتقاداتتون رو برامون بگید و ما رو بیشتر توی این مسیر راهنمایی کنید. دوستتون داریم. دوستتون داریم.